با شرافت استقلالیت ملت تاجیک را جهانیان شناختند و ما امروز با افتخار سخن از آبادی این سرزمین و آزادی این ملت صاحب تمدن میکنیم و شکرانه خاک و آب تاجیکستان عزیز را بر لب داریم. نباید فراموش سازیم که این همه با خدمت‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت رزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به دست آمده است. استقلالیت والاترین و پرارزشترین دستاورد ملت تاجدار تاجیک است. این نعمت به‌بها برابر به دست آمدن نور و ضیا، مهر و وفا، آبادی و آزادی، همفکری و همزیستی و آسایشتگی و ابدیت را برای مردم بزرگ تاجیک و تاجیکستان عزیز آورده است. امروز تاجیکستان صاحب اختیار است. ثمره نیک استقلالیت است که تاجیکستان در دنیا همچون دولت صلح‌خواه و صلح‌پرور شناخته شده است. تجربه صلح تاجیکان منبع آموزش صلح‌خواهان جهان گشت که باعث افتخار هر یک فرد تاجیک است. بگذار عید استقلالیت برای هر یک فرد صاحب دل کشور بخت و سعادت، زندگی آسایشته و روزگار با سعادت را آورد. پاینده باد استقلالیت دولتی تاجیکستان.